فوالله قتلنی هذا کلمه اون زن منو کشت. علی به فدای جگر سوختت یا امیرالمومنین وقتی در بستر شهادت بود فرمود امروز من به تیغ ابن ملجم کشته نشدم. من 30 سال پیش با اون کلمه ای که اون زن به من گفت من مردم. خود حضرت میفرماید فوالله قتلنی هذا کلمه، اون کلمه اون زن منو کشت. اصحاب سوال کردن یا امیرالمومنین کدوم کلمه؟ امیرالمومنین گریه کردن در همون حالی که با فرق زخمی در بستر بود. فرمود 30 سال پیش وقتی که فاطمه از دنیا رفت من جگرم از داغ فاطمه میسوخت. عایشه با کلمه ای که برگشت به من گفت امروز با مرگ زهرا جگرم خنک شد و من خوشحالم. من علی ابن ابی طالب همونجا جان من علی چادر خاکیت بانو برای یک درش کابوسه